آیا 7 اکتبر جدیدی در راه است؟ اتفاقی که امروز در استرالیا رخ داد فقط یک حادثه معمولی نیست، چرا که دقیقاً روی نقطه‌ای دست گذاشته شد که این روزها از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است: امنیت یهودیان خارج از اسرائیل. حالا بین کارشناسان و تحلیلگران دو نگاه و دو سناریوی جدی وجود داره. اولین سناریو این هست: ارسال پیام غیر مستقیم توسط اسرائیل به یهودیان. دنیا جای امنی نیست. وقتی در کشورهای امنی مثل استرالیا چنین اتفاقی رخ میده، این تصور تقویت میشه که دنیا جای امنی نیست و تنها جایی که میتوانند امنیت بدهد فقط خود اسرائیل است. در واقع این یک بازی روانی و ایجاد ترس در بین مردم هست. دومین سناریو این هستش که اینطور اتفاقات میتواند بعداً تبدیل شود به یک بهانه سیاسی، بهانه‌ای برای هر اقدام امنیتی یا حتی بعدی که راحت‌تر توجیه شود و هیچ کس نپرسد چرا. و از همه اینها مهمتر این واقعیت هستش که کمتر گفته میشه: دنیا بعد از 7 اکتبر وارد فاز خطرناکی شد که هر حادثه کوچکی میتواند جرقه بحران بزرگتری باشد، حتی اگر طرح واحد یا سازمان یافته‌ای پشتش نباشه.